السلام علیکم ورحمت الله. سلام دوست، عبدالرحمن هستم. شما رو بر تک چینل میبینین. دیروز ویدیو دیگه جور کرده بودیم دوستا که چطور فیسبوک صفحه جور کنیم. درست دوستا، بعد از او باز دو کارهای ما دنیمه مان، چون صفحه فیسبوک جور کردیم ولی ادیت و چیزاش مانده بود که چطور اساس اینال ایرا ادیت کنیم یا جور کنیم. اگر شما ویدیو را ندیده باشین لطفا نه چینل ما برین. ویدیو هم هست که از اساس بگیرین که تو فیسبوک از سر جور میکنین. این ویدیو بخش دوم یا قسمت دوم است که اینالی امو سفر که جور کردیم چطور اساس و دقیق ادیت کنیم یا جور کنیم که قشنگ معلوم شود و لایک زیاد بگیره. درست است دوستا. و پیش از اینکه ویدیو شروع کنیم دوستا در پایین سبسکرایب بزنین اگر نوستین. سبسکرایب نوشته در سرخ انگلیسی، در پالیش یک آیکن بل است اونم رو بزنین و همچنان در بالا دست چپ یک لایک نوشته است. یک لایک هم بتین ویدیو را تا که برای بیشتر مردم برسند. درست است. و اگر شیر میتونین شیر کنین که بیشتر از دوستا ببینن و از این مستفید شود دوستان. و ویدیو دیگر نیز بسیار یک جالب ویدیو دیگر جور میکنم دوستا که چطور شما مثلا از موبایل خود موبایل دیگر را تعقیب کنین. یعنی در موبایل خودتان لاگین شوین، از موبایل از او از اسکرین خود در موبایل خود هستین ولی موبایل از او را شما کار میکنین و مهم نیست جانب مقابل کی است. شاید نامزاد شما باشه، شاید اولاد شما باشه، شما شاید پدر باشین، میخواین که اولاد خود کنترل کنن. درست است که در موبایلش چی میکنه چی نمیکنه. یا همچنان هم تو نامزاد میخواه که در موبایل نامزادش ببینه که چی میکنه چی نمیکنه. درست است دوستا. مکمل کنترل میتونین از موبایل خود موبایل از اون مقابله. درست است. ولو که در امریکا در هر جای باشه مهم نیست. بسیار یک طریقه ساده است. ویدیو جور میکنیم بخیر میه انشالله. جالب ویدیوهای دیگه میه. فیسبوک چطور هک کنیم دوستا و فیسبوک خود چطور نگاه کنیم که هک نکنه کسی، رپورت نتونه کسی دوستا. در این باره هم ویدیوها آمدنی است بخیر جور کردنی استم دوستا. خب زیاد وقتتان نمیگیرم. لایک سبسکرایب بزنین، لایک کنین ویدیو رو و شیر کنین یادتان نره. دوستا خب در ویدیو قبلا من نشان داده بودم که این دست راست میزنین و این سفر جور میکنین. دوستا قسمی که شما دیدین لوازم آرایش در پایین نوشته است. اینی سفر ما جور کردیم. صحیح است. خب این حالی میریم اینمی سفر ادیتینگ میکنیم، یعنی دقیق اساس جورش میکنیم دوستا. صفحه خب بسیاری مردم جور خواد کنه یا جور میکنه، مگر هم کسی که سفر به حساب دقیق اساس جور کنه بیشتر مردم نمیفهمن. چون در ویدیو قبلی ما گفتم بسیار دقیق گفتم که چیزاش مهم است یا چیزاش باید دقیق انتخاب شود. درسته دوستا. خب حالی از اینکه اینال سفر شما بهتر منیج کنین یا بهتر به حساب ادیت کنین، اینی اپلیکیشن شما که میبینید 12 که در بالای سرش نوشته است به نام فیسبوک پیج منیجر از دوستا. این شما میبینین اینی را اینستال کنید در موبایلتان. صحیح از پلی استور و اگر موبایل دارین از اپ استور، آیفون اگر دارین اپ استور دانلود کنین. ما چون آیفون دارم اینی بسیار خوب چیز است. این به خاطر از این است که چقدر که مثلا شما صفحه دارین در فیسبوک، صحیح صفحاتتان در یک اپلیکیشن منیج میتونین یا به حساب درست میتونین، جور میتونین، اعلان تیر میتونین، پست میتونین، کل چیز دیده میشه. مثلا اینجا میاین شما بر شما مکمل کامنت نشان میده. اینجا برای شما کامنت نشان میده 8 که نوشته، اینجا 12 که نشانش کسایی که مسیج کرده بر صفحه شما نشان میده و در اینجا مکمل پست هایتان این قسمی نشان میده. این صفحه خودم است اسمارت بازار. لایک کنین ایران دوستا. و دیگه ای که دوستا شما میتونین که از بسیار خوب درآمد داشته باشین، یک کاروبار را آغاز کنین. در این باره نیز یک ویدیو جور خواد کنم که چطور شما آنلاین یا از طریق بازار آنلاین پیسه به دست بیارین، چطور سفر جور کنین، چطور را پروموت بتانین، چطور اعلانات تیر کنین و چطور بنر و چیزا رو شب جور کنین. این صفحه که ما شما میبینید دوستا، این را ما چی کردیم اینال بسیار اساس میبینید یک بنر جور کردیم. میره بنر میگن که یک نوشته میکنین این تو یک چی میزنین بسیار اساس یا از خود طریقه و چی داره اپلیکیشن ها داره. اورم در ویدیوهای آینده جور میکنیم بخیر. باز لوگو میتین مثل که اینی ما لوگو دادیم. درست است دوستا. دیگه بسیار یک ویدیوهای جالب جور میکنم در این چینل براتون دوستا. شیر کنین هر چقدر شیر میتونین دوستا و هر ویدیو را لایک و سبسکرایب بزنین و دیگه ای که ویدیو را تا آخر ببینین دوستا که اینجا کدام جای پیشتان خطا نخوره که باز نمیفهمین. خب اینی دست چپ بالا که میبینین زرد آیکون کلیک میکنم. درست است. اینالی دوستا اینی لیست که شما میبینین این کلی همون لیستی است که به حساب ما صفحه دارم. درست است. این کلش صفحات ما است. درست است. از بالا 1 2 3 4 5 6 7 دانه صفحه مجور کردیم خودم. صحیح دوستا.
در این اپلیکیشن خوبیش در این است دوستا که شما اگر بیشتر از 20 تا صفحه هم داشته باشین مشکل نیست. البته از یک اکانت فیسبوکتان درست است، اینجا براتون این رقمی نشان میده. درست است. چیزی که صفحه جور کنین با سیستم اتوماتیک خودش اینجا میاد نشان میده. درست است دوستا. از اینجا است که شما اینال هر صفحه تان میبینین، لایکشون رو میبینین، پستشون رو میبینین مکمل. مثلا این صفحه ما 29867 لایک داره. درست است. این صفحه ما اگر ببینم که نو جور کردیم، اینا یک دو دقیقه صبر کنین میاد دوستا. خود چون اینترنت ها ضعیف است. این صفحه من نو است 11 لایک داره. دوستا اما تو اینی صفحه لوازم آرایش ترکی که در ویدیو قبلا ما بر شما جور کرده بودم هیچ لایک نداره. درست است. و این صفحه هست که یعنی هیچ نه لایک داره و نه به حساب چی شده جور شده. اینا با این حال چی میکنیم جور میکنیم دوستا، ادیت میکنیم. اینا درست است تا که این دقیق ادیت شوه و جور شوه. معذرت از اینکه اینترنت ها ضعیف است. بیا دیگه خب یک دو دقیقه منتظر میشیم دوستا که بخشش باشه که اینترنت ما افغانستان رو زگشتو کنیم. اینا دوستا شما دیده میتونین این حالی چی شد صفحه ما باز شد. درست است دوستا. این حال ما چی میتونیم در صفحه میتونیم ادیت کنیم. اولین کار این است که لازم آرایش ترکی شما باید عکس دهی بندازین. صحیح است دوستا. عکس انتخاب میکنین از خود موبایلتان. درست است. هر عکسی که دارین. درست است دوستا. مثلا ما این یک عکس بچه کدش انتخاب میکنم. درست است دوستا. یک دو دقیقه این حال صبر کنین. البته اینجا شما عکس نباید لوگوی صفحه تان انتخاب کنین. راجع به هر چی که صفحه جور کردین همون لوگو داشته باشه. درست است. اون انتخاب شد. این حال دهی میم دوستا اپلود فوتو میزنیم. درست است. از همینجا این حال ما چی میکنیم ما یک چی را انتخاب میکنیم. مثلا من این انتخاب کردم. درست است دوستا. سیو میزنم. خب این حال شما ببینید که صفحه ما تقریبا عیار شد. صحیح است. از نگاه گرافیک به حساب صحیح است. عکس ها شاندیم. خب این حال پایین میام دوستا میبینید صفحه ما یک لایک هم نداره، نه کدام پست داره. درست است. این همین چیزایی است که حالا من تبدیل کردم. خب این حال شما چی میکنین دوستا. این حال اینی قسمت میایین. درست است. این آخر دستی را سیتینگ میزنین. درست است دوستا. و بعد از سیتینگ اینی میجا بعضی از چیزهایی است که باید چی شوه عیار شوه دوستا. خب ولی این ویدیو چون زیاد چی نشوه زیاد دراز نشوه این ویدیو به خاطر از اینکه باز اپلودش در اینترنت جنجال خواهد کرد. بعضی از چیزها را بازم براتون دوستان نشان میدم. یک دقیقه اینا دوستا پیج اینفو میاین. درست است. بعد از یک پیج اینفو اول چیزی است که وبسایت براتون میتین. وبسایت مهم نیست چون نداشت اکثر دفعه. فون نمبر میگه. فون نمبر اینجا بدتون بسیار مهم است. صحیح است. ادیت هاورز میگه. ایشم خیر باشه. فون نمبر مهم است و بسیار که مهم است دوستا. دمی چیز من این حال براتون یک چیز میگم. او چی است؟ او اینی ادیت دیسکریپشن. در اینی دیسکریپشن شما راجع به صفحه تان نوشته میکنین. درست است که صفحه راجع چی است. میشه که شما صفحه را به خاطر یک بیزنس جور کرده باشین. دوست راجع به بیزنس تون نوشته میکنین که من مثلا جنس ها رو میارم فلانی جنس ها من نرخ خوبیش میدم. درست است. یا من مثلا دایی اگر کدام کورس دارین چی دارین من مثلا لکچرهای انگلیسی زبان انگلیسی را دایی صفحه مکمل نشر میکنم. درست است دوستا. اینی چیزا بسیار مهم است. نام چی ببخشی نمبر و دیسکریپشن تا یک نفر صفحه شما را باز کنه بفهمه. درست است دوستا. این دیگه چیزاش خیره اونقدر مهم نیست. این ویدیو هم قبل دوستا شما سفر اگه میخواین جور کنین ویدیو اولی ما رو ببینین در چینل است. ویدیو دومی ما را دوست است دقیق جور کنین. بعد از او هر بیزنس یا هر آغازی را که میکنین میتونین و هر چه صفحه که جور بتونین میتونین. فقط اینی اپلیکیشن اگه شما
پیش خود داشته باشین که بسیار یک اپلیکیشن خوب است به نام فیسبوک پیج منیجر است. ویدیو مقابل دوستان امید است خوشتان آمده شود. لایک کنین، شیر کنین، سبسکرایب کنین. تشکر.